برای درک بهتر ماهیت زن تصمیم گرفتم پادکست هایی درست کنم که باعث بشه خانم ها خیلی بهتر و بیشتر با رازهای بدن زنانشون، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر اسپریچوالی و همچنین مقدسترین اندام بدنشون که رحم هست آشنا بشن. تو این پادکست قراره در مورد معجزه فیزیکی این اندام و همچنین معنایی که برای زندگی ما داره به صورت کلی صحبت کنم. با از بین بردن رمز و رازها و قدرت‌های فیزیکی و اسپریچوالی بدن زن، لیدیا اینجاست تا با تمام عشق، شفا، زیبایی و قدرت رو به درون شما بیاره. خیلی خوش اومدین. واقعا خوشحالم که تصمیم گرفتید وارد این مسیر برای شناخت بهتر خودتون و بدنتون بشید. توی قسمت من در مورد رحم و قدرت‌هایی که داره صحبت میکنم. شاید براتون جالب باشه که بدونید رحم حافظه دوم بدن یک زنه. میدونم شاید باورش براتون سخت باشه، ولی این موضوع از نظر علمی اثبات شده که در طول این پادکست قراره با شما به اشتراک بذارم. اینجا قراره خیلی آزادانه در مورد این اندام الهی صحبت کنم. اندامی که واقعاً باید ستایشش کرد، چون به زن توانایی میده که یک موجود زنده رو خلق و پرورشش بده و همچنین اندامی که به عنوان یک غار آرامش برای مردها محسوب میشه. امیدوارم این حرفا باعث بشه بهتر خودتون رو بشناسید، بیشتر خودتون رو بپذیرید و کمتر خودتون رو قضاوت کنید. اگر که دوست دارید میتونید چای یا قهوه‌ای درست کنید و آماده ادامه این پادکست مفید و جذاب بشید. اصلی ترین نقش رحم رو بارداری می دونستیم و تصور می کردیم که رحم یک عضو جدا از بقیه اندام هامون هست. اما بررسی های جدید محققان دانشگاه ایالتی آریزونا نشون داده که این اندام نقشی فراتر از بارداری داره و فهمیدن که رحم با مغز در ارتباط هست و دستگاه عصبی خودگردان بدن که تمام فرآیندهای سوخت و ساز، ضربان قلب، تنفس، هضم غذا و تحریکات جنسی رو تنظیم میکنه، علاوه بر مغز با رحم هم در ارتباط هست. حالا تو زمینه اسپریچوالی رحم مرکز دریافت، پاکسازی و مرکز خلقت میدونن. علاوه بر اینا بهتره که مرکز شفا رو هم بهش اضافه کنم که اینجا موضوع چاکرای خاجی، دومین چاکرای بدن ما که 3 انگشت زیر ناف قرار داره، میاد وسط. یادم باشه که ذکر کنم اگر که شما یا دوستانتون جزو کسایی هستید که به هر دلیلی رحمتون رو برداشتید، گوش دادن به این پادکست نباید شما رو ناراحت کنه یا فکر کنید دیگه از بقیه خانوم ها جدا شدید. چون شواهد نشون داده که حافظه زنانه ما همیشه در قسمت لگن ما محفوظ میمونه. پس جای نگرانی نیست و با آرامش به بقیه پادکست گوش بدید. رحم زن علاوه بر ویژگی هایی که بهش اشاره کردم دارای یه ارتعاش خاصیه، یه انرژی که انگار زنده است و زندگی میکنه که در پادکست های بعدی قراره قدم به قدم این موضوع رو خیلی بیشتر و بهتر براتون باز کنم. خب همونطور که گفتم رحم حافظه دوم ما، مرکز دریافت، مرکز پاکسازی، شفا و خلق هست. اما اول بیاید با مفهوم اینکه این عضو مرکز دریافت هست شروع کنیم. یعنی چی؟
چی رو دریافت میکنه؟ تو عصر مدرن خانوم ها بیشتر زندگیشون رو در حال بخشیدن یا ارائه دادن بودن. بله، تلاش کردن، توجه کردن، اطلاعات دادن، عشق دادن، پول دادن و به حدی رسیدن که خودشون رو به طور کلی فراموش کردن. زنها در واقع برای دریافت کردن به دنیا اومدن. ما زنها طبیعتاً موجوداتی دریافت کننده، محافظت کننده و پرورش دهنده هستیم. دقیقاً مثل بارداری که اول بچه تو رحم به وجود میاد، نگهداری میشه و پرورش پیدا میکنه. ممکنه این بحث الان شما را یاد روزهایی بندازه که چیزی دریافت نمی کردین یا به اجبار این کار رو انجام می دادین. حتما تو برنامه‌ام هست که به آقایون هم کمک کنم تا بیشتر با طبیعتشون آشنا بشن. ولی بیایید اول از خودمون شروع کنیم. یادتون باشه که ما زنها موجوداتی تبدیل کننده و مردها موجوداتی تبدیل شونده هستند. در طور تکامل و نزدیک شدن به عصر مدرن، زنها به موجوداتی دهنده و پرورش دهنده تبدیل شدن تا اینکه دریافت کننده و پرورش دهنده باشن. میتونید به اطرافتون نگاه کنید که چقدر از خانوم‌ها دچار اختلالات ذهنی و روحی شدن و دلیلش هم به خاطر اینه که اکثر اوقات ارائه دهنده بودن تا اینکه دریافت کننده باشن. اگه از ته قلبت این موضوع رو تایید میکنی و دوست داری که تغییر کنی، خوشحال میشم که توی این مسیر به شما کمک کنم. چون این تغییر یک شبه اتفاق نمیفته. ممکنه چند ماه یا حتی به سال بکشه، ولی موضوع مهم اینه که یه چیزی به تو این تلنگر رو زد که بالاخره شروع کنی تا فقط دهنده نباشی و روی انرژی دریافتت هم کار کنی. رحم منبع قدرت خلقه و تمام قدرت‌های زنانه ما در این قسمت جمع شده. ما تمام توانایی‌های زنانمون مثل دریافت کردن، خلق کردن، تولید کردن و محافظت کردن رو توی این مکان نگه می‌داریم. رحم خونه‌ای برای انرژی زندگی ماست، برای زنانگی ما، برای خلق با پتانسیلی که تمومی نداره و با قدرت حسی و لطافت و دگرگون کنندگی که داره. این مکان به عنوان یک غار آرامش برای یک مرد شناخته میشه. جایی که مرد به آرامش میرسه و میتونه راه حلی برای مشکلاتش پیدا کنه. این ذهنیت مردها رو در طول سالیان سال وادار میکنه که همیشه به دنبال مکانی مثل رحم مادرشون باشن که در اونجا استراحت و دوباره رشد پیدا کنه. این درسته که رحم کارش بارداری و تولد فرزنده، ولی وظیفه روحیش فقط اینا نیست. رحم با قدرت خلق و پرورشی که داره حتی میتونه به خود ما که صاحب این عضو هستیم کمک کنه که رویاها، اهدافمون، خلاقیت هایی که میخوایم توی کار و روابطمون به وجود بیاریم رو پرورش بدیم. دقیقاً مثل زمانی که یک بچه توی رحم رشد پیدا میکنه. ولی همونطور که تو پروسه حاملگی وقتی تولد فرزند نزدیک میشه و همه چیز تو ماه‌های آخر برای مادر سخت میشه، برای خلق چیزای جدید هم قبلش یه دردها و تاوانهایی داره که باید بگذرونیمش. دقیقاً مثل زمانی که پریود میشیم. پریودی و شروع خونریزی دوباره یکی از قدرت‌های رحم و تخمدان هامون هست که به ما این امکان رو میده خودمون رو از هر گونه انرژی و احساساتی که به ما آسیب میزنه و دیگه به دردمون نمیخوره آزاد کنیم و خودمون رو دوباره از نو بسازیم. در مورد قدرت پریودی در یک پادکست دیگه صحبت میکنم.
اما قدم اولین چیزی که شما به عنوان یک زن مخصوصاً تو این دوره مدرن باید روش کار کنید پذیرش رحم و قدرت‌هاش، مخصوصاً دریافت کننده بودن هست که باید یاد بگیرید. هر چقدر یک زن خودش رو به عنوان موجودی دریافت کننده بپذیره، زندگیش بهتر پیش میره، انرژیش بالاتر میره، انرژیش سیو میمونه و میتونه هر چیزی که تو رویاهاش هست رو خلق کنه. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودین. خوشحال میشم که همراه هم تو پادکست های بعدی هم باشید. با تمام عشق میبوسمتون. سابسکرایب یادتون نره. لیدیا.